توبی ماگوار 27 یولی سال 1995 در شهر سانتا مونیکا کالیفرنیا استشهاد تولد شده است که او 44 ساله است. توبی ماگوار 173 سانتی متر قدش و 70 کیلوگرم وزن دارد. پدر و مادر توبی ماگوار وقتی که توبی تولد شده بود اویله‌دار نبودند. مادرش 18 ساله بود و پدرش 20 ساله زیاده از 20 سال داشت. وقتی که توبی 5 ساله بود پدرش آن را ترک میکند و توبی با مادرش تنها میماند. آنها تنها به جای کاترنوگ کالیفرنیا موندند که در آنجا فلاکت، نشه فروشی و غیره بودند. پدر ماگوار به محبس افتید از پشت فروختن نشه. برای توبی این خیلی قیین بود. توبی پیتزای ها رو به خونه آدمان میبرد و سگ های آدمان را نگاه میکرد که پول کار کند و در صنف 9 او از مکتب میرود. او پول ها را به اوره فروختن نشه کار میکند. او یک روز روزنامه را میبیند و در آن رکلام و برای کینو ثبت نمودن آدم لازم بود. توبی ماگوار خود بگاه از مادرش خواهش کرد که آنها به اونجا روند. او اول بر رکلام ها بازی میکرد. بعدا او با لیوناردو دیکاپریو شناس شده. آنها دوست بهتری میشوند. آنها هر روز زندگی سخت داشتند. توبی آهسته کینوی خود را برآورد. توبی 19 ساله بود که در کینوهای خود بازی میکرد. پس از چند سال او را به کینویی که آن را همه میشناسند چلاویک پاو دعوت میکند که او خیلی از عهده آن میبرد. حاضر توبی اویله‌دار است. نام زنش جنیفر مایر و 2 فرزند دارد که یکی دختر و یکی پسر میباشد. در لس آنجلس خانه دارند که نرخش 13 میلیون دلار است. در برنت‌وود باشد خانه با نرخی 14 میلیون دلار دارند. در سانتا مونیکا باشد 33 میلیون دلار خانه دارند. باز توبی ماشین های گوناگون دارد که حاضر شما در اکران دیده شده.